حتما باشین. باز هم برنامه وظیفه است و من خالد حمیدی در خدمت شما. امروز آمدیم در یک کارخانه نجاری و مبل فرنیچر. ای که امروز چی کارها را در اینجا انجام میدیم در برنامه بیننده باشید. از زاویه میدیا آمده. ما یک برنامه داریم برای وظیفه و ما میخوایم امروز یک روز کاری در کارخانه شما کار کنیم. خب در قدم نخست باید با منیجر کارخانه ما معرفی شوید. در بخش مربوط میخوایم با شما یک تکی از کوچ سیت که آماده شده یک نفریش از شما زیر دست میگیرین و بخشای مربوطش عملا انجام میدین و کار میکنین. سلامت باشید. خواهش میکنم. و مرحله کار شروع است. میریم بخیر لباس کار میپوشم که بریم طرف کار فرنیچر سازی. خب من لباس مخصوص کار رو پوشیدم و امرای استاد میریم بخیر طرف کارخانه که شروع کنیم کار امروز بخیر. یک سیت کوچ اینا قبل جور کردن که ما باید در آماده ساختن یک کوچ تک نفره که از او دو کوچ که بزرگتر است سهم داشته باشم. میریم و از طرف کار شروع میکنیم. مرا همراهی کنین و برام چانس خوب آرزویم. خب داخل کارخانه شدیم و حال در مرحله هستیم که اسکلت سازی خود کوچ میکنیم و استاد همراهی میکنم. من بخیر یکان کار میکنم. ما را همراهی کنین شما و ببینید که چی کارا را امروز انجام. شما رو بگیریم سه خط بکشیم تکان نخوره خودش شد. تمام. سه اسکان میکنم. حالا بارا کلش که در اینجا هست ما نمونهش میگیریم و میریم برش میکنیم. قطعات اسکلتی که ما قرار است روش کار کنیم آماده شده. میریم اونالا یا را بسته‌بندی میکنیم. نه استاد؟ خب. کار بسته‌بندیش از کجا شروع میکنیم؟ اول یا چسب بزنیم، بعدش رنگونه بزنیم. اسکلت بندی است که پایه ها را بند میکنیم و بخیر این بخش کار ما تمام میشه. حالا هم آمدیم پیش ماشین فریز که قرار است دسته های کوچ را که سرش کار میکنیم اینجا کمک رگمال میزنیمش. تمام شده و حالا میریم به بخش رنگ. حالا آمدیم در جایی که اینا گلگل کاری میکنن کمک میتراشنش که نظرتر شود و رنگمالی هم رنگو میکنین استاد؟ بله رنگ و رنگو میکنین. تیل پترول میزنن. به خاطر چی استاد اینا میزنیم؟ تیل میزنیم که چوب ازر نرم شود. خب به خاطر ماشین با صفام میشه. خب
حالا به مرحله رنگ رسیدیم. استاد کدام مرحله طی کرد این دستا؟ مرحله اولش گلگل میشه. بعد از گلگل ماشین میخوره. بعد از ماشین پوست دست میزنی، ماشین یک مال دست میزنی. بعد از این چی میشه؟ استر میشه. با سر استر رنگ پوشیده میشه. خب این حالا رنگ استاد میزنن و به خاطر که این استر گفته میشه، یعنی کاش کرده. این استر است. این استر است که با حال پایه های شما ما استر میزنیم و نتیجه کار بر تنشان. کار ما با این مرحله هم تمام است و حالا میریم در جایی که پوشکاری میشه. و حال رسیدیم به مرحله که به نام رویکوبی یاد میشه. در اینجا استاد اینجا مرحله کدام کار میکنیم؟ مرحله رکوبی است. اول بوجیه‌اش میزنیم، باز اسفنج میزنیم. با بوجی اول پوشش میکنیم، باز با اسفنج، باز با تکه که باید داریم. پس کار خود ما شروع میکنیم. شما میبینید که کدام مرحله طی میکنه تا که یک کوچ یا تکیه مکمل شد. ما دو مرحله را اینجا طی کردیم که بوجی را درش نصب کردیم و این هم لوله خرطومی و گفتیم مسلکی. بعد از این هم اسفنجا یا فوما را درش نصب میکنیم. دیگه بازم امروز استاد همکار هستم. به نام مرحله لمسه‌کاری است. استاد وقتی که انجام داد شما میبینید و ما میبینیم. این مرحله پوشکاری است که بازوهای کوچه تکه مخصوص شدش نصب میکنم. حالا مرحله لمسه‌کاری است که ما امروی دست خود اینجا قسمت های تکه را قاط میکنیم و بسیار چیز ظریف میشه. البته قبلا استاد گرفتن ایده در پشت سر دوختن که ما بهتان نشان دادیم. اینجا مرحله عزیز که تکمه را پوش میکنن، استاد کار میکنن. مازی را یک دانه شده داخلاتی میمونیم، باز دستر شدیم باز کرده دست شابی بود بخوام. یک شبه تنید بابا؟ ادو طرف کار کردم؟ نگسودم. از این کوچ ما خلاص شده و ما این را حالا میبریم به نمایشگاه. بعد از او پیکش میکنیم و میبریم به خانه مشتری. بیاین بخیر. یک رنگ از میگیرید. بالاخره رسید کوچ ما به جایش. این کوچ مقبولی را که شما میبینین ساختنش آسان نبود. بسیار ظرافت ها کار داشت که مثلا ما این لمسه ها را امروی دست جور کردیم. کار ماشین نبود، دکمه‌اش امروی دست چاندیم. رنگی هایش پاسن یا پایه هایش هم از چوب چارمغز درست کردیم و اینجا هم ما دوختم که کار دوخت هم داشت، مسه هم داشتم. بسته بندیش میکنیم، انتقالش میتیم خانه مشتری. خدا کنه که راضی باشن و ما کدام جای گدوادی نکرده باشم.
شما دیدین که ما در داخل نمایشگاه و در داخل کارخانه این کوچ را ساختیم و طبق فرمایش مشتری آوردیم در خانه هم ستش کردیم. بسیار مقبول هم معلوم میشه. تشکر از اینکه در این برنامه هم با ما بودین. برنامه وظیفه بود. تا برنامه بعد خدا نگهدار.